بریم که با 20 میلیون یه سیستم غول ببندیم روی پارس. برای بستن سیستم اومدم فروشگاه پایونر جی و بین این همه تنوع سیستمی که من جمع کردم شامل 4 تا میدرنج که یه جفتش میدرنج سایز 8 برند ایکس بی سانده و یه جفت دیگه‌ش هم میدرنج سایز 6 برند جی بی ال. که برای این 4 تا میدرنج این آمپلی 4 کانال بوشمن رو گرفتم و برای ساب دو کوئل پاناتیکم که این کاراش میدونن چه ساب خفنیه هم یه آمپ مونو گرنزی رو گرفتم که قشنگ کار در بیاد. خلاصه که سیم کشی میدرنجا انجام شد و سابم روی باکس 80 لیتری سوار شد و باسن ماشین رو لخ کردیم که سیستم بیاد روش و همه چی نصب شد و در آخرم سیم کشی ضبط رو مرتب کردیم و ضبط 6 خروجی سونی هم که خودمون قبلا بلوتوث دارش کرده بودیم و بستیم و اینم شد نتیجه کار. این ماشین 0 تا 100 بازسازی و اسپورت میشه. برای دیدنش پیجمو فالو کن.